در این اواخر سر و صداهایی از طرف بعضی ها گویا بالا می شد که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتونستیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنای عزیزی خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاکمان یک وجب خاکمان، یک بلیست خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشون حاکم ساختند و میخواستند که با زوری از اینجا حکومت بکنند، اونا ترسو و بزدل بودند، اونا از ترسشان به کفار پناه برده بودند. ما با اتکا به الله بزرگ از هیچ کسی، از هیچ زورگو و قلدری نمیترسیم و ایره ثابت هم ساختیم. در 20 سال جهاد علیه اشغال، علیه امریکا و متحدینش، ایره ما ثابت ساختیم که هیچگاه نمیترسیم.